آره چند وقت دیگه هم قراره بریم عروسی، نمیدونم چی بو پشیموره. راستی آبتی موشه تو همون طلاهای خورد از ما قرار ما دیسکنم جاریای ما چی میشه بیچاره کرد. واقعا میگی؟ وای ما کورت شو میشخابجی. باشه ما انگام میریم دنبال چه خاله من فعلا تو خاله نزی جاری فکر نخو که در عروسی چی برنامه‌ها داره. خب باشه انگار کورابجی خوشگل خوشامه. باشه خداحافظ زنده. خدا من چه وقت آمدن بود؟ ما پوست من از این وضعیته. بله چیکار داری؟ از همین چیکار خورم بگوی. او به حیا در باز که مردم مهمان تو رو پیش در میره؟ ما دلیل نفس کشیدن دامنه در باز کار دارم. ها چیکار داری؟ از همین بگوی. برو در باز کن. چقدر قیافت داغون شده. یعنی چی مسخرم کنی؟ خب چیکار کنم؟ پوست من خراب شده دیگه. چقدر تو بیشوری آخه. باشه ببخشید نمیخواستم که ناراحتت کنم. لوسم ایشی گریم کنی. بابا خب تو قیافت داغون بود ولی نه دیگه اینقدر. چقدر گفتم پوست رقم پوستی مارمولک شده بدک شده برو درمان که گوش نکردی. آخرش ببین خود چی وزن انداختی. زیش خود تو از کجا میدونی که ما درمان نکردم؟ ما انقدر هزینه کردم میسه تو گدا گوش نگی نیست و میزار رقم دارو خریدم هیچ کدوم خوب که نگد. فکر کنم پک داروی شیمیایی بود. خوب که نگد این چی بدترم کرد. ببین چیکار کرده باز من. آخه آدم به هر پیج اعتماد میکنه. آره خاک دست سرتش نه. تازه چند وقت دیگه هم عروسی دعوتیم. وای خدا آبروی من موره. ببین فیت نگک تو هیچ موقع خوبیت از من نرسیده. تو نیستی فقط از پشت از من خنجر زدیم ولی ما مثل از تو بیزاد نیستیم. خب ما دست یک معرفی میکنیم که باری اما پستی مارمولکی خوره درمان کنیم. چرا؟ چون سبا دکچا پوشنی بگای جاری که بگای جاری فلانی موقع کی آبروی از من بدبخت موره. تو رو خدا تو معرفی کو. اگه ما جواب گرفتیم اگه پست مزی وضعیت درآمد دست سر گنده تو قسم به خدا ما همیشه دیسبوسیت رو میگم. من به خدا یعنی پیجم میگم اسم دختر سیما محمدیه یعنی خوار خود ما پیشنیزی رفته درمان کرده. پوستی از این رقم است تو بدک بوده نانشته شبیه آینه صاف هم در میدرخشه. هر مشکلی پوستی که داشته باشه برای درمان میکنه به غیر از روی تو که ناشته باشه رو باید خودت بری بشوری. و همین محصولات چی هم اورجینال شاید باورتون نشه گیاهی بدون هیچ عوارضی تازه از برندهای خارجی هم هست. خب دختری رندگی ماشاءالله این چی اینقدر محصولات چی خوبه حتما خیلی گرانه. ما بدبخت بیچاره‌ها نمیتونیم بگیریم. دختر خفه شد کدو حرفی به جای میزنی. قیمتاش خیلی مالیه. کی موقع گیرانه خیلی مالیه. تازه تا 3 روز دیگه هم تخفیف گذاشته 100% هم جواب میگیره و قیافت هم کلی تغییر میکنه ولی خب در پای از من نمیرسی. یالا هر چی که تیکه بندازی ما دیر نمیشیم. تو